بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، موضوع عائله و عائله داری یکی از موضوعهای مهم برای جامعه بشری است، زیرا عائله خشت اصلا جمعیت است. اگر این خشت هر قدر سالم باشد، درست باشد، کارشایان باشد، بنای جمعیت بنای مستحکم است. اگر این خشت کار ناشایان باشد، خلل داشته باشد، بی صفت باشد، بنای جمعیت بنای بی صفت، بنای ضعیف خواهد بود. از این خاطر است که در قرآن عظیم الشان بیشتر از 100 آیت درباره عائله و عائله داری حرف میزند و فقهای اسلام میگویند حفظ عائله، نگهداری عائله، پایداری عائله یکی از بزرگترین مرام های شریعت اسلام است. از این خاطر هر چیزی که هر نظریه و اندیشه و هر عادتی که بر این چیز، یعنی بر عائله و بنیاد عائله خطر دارد، میباید با آن جدی نگریست و میباید با آن خطر یا با آن اندیشه مقاومت کرد. رویه‌ای که در غرب ظهور کرد و البته سبب ظهور کردنش نیز برخورد نفران با اندیشه های تحقیرآمیز نسبت زن بود. به عباره دیگر، چون زن در اروپا حقوق نداشت، از اندکترین حقوق های انسانی محروم کرده شده بود، در نتیجه این اندیشه ها با وجود آمده. البته در آغاز به مقصد دفاع از حقوق زنان این رویه به وجود آمد، اگرچند که در آغاز این رویه به خاطر دفاع از حقوق زنان تأسیس یافته باشد، هم من بعد در این حمایه حقوق زنان به زیاده روی راه داده، به افراطگرایی راه داده. اندیشه های این رویه تا جایی رسیده که بر زن و بر عائله و عائله داری خطر دارد و در هر جامعه‌ای که این اندیشه ها پهن شده، احوال عائله آنجا خیلی خراب است. به طور مختصر، فمینیسم عبارت از مجموعه از افکار و نظریه های گوناگون اجتماعی و فلسفی است که پیروان آن ادعا دارند مقصدشان به آزادی رسیدن زنان در ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین صاحب حقوق گشتن زنان و مطلقاً با مردان برابر بودن آنان است. آنگونه که اشاره نمودیم، از بس که زن در اروپا هیچ حقوقی نداشت، با این شعارها این رویه را تأسیس داده شد. مثلا در بریتانیا تا سال 1805 میلادی رسما فروختن زن اجازه بود، یعنی کاری عملا قانونی بود. اینچنین در اروپا تحصیل زنان تا عصر 19 کاملا ممنوع بود، یعنی زن حق نداشت تحصیل علم کند. و سخنان اندیشمندان غربی در این عصرهای گذشته و فیلسوفان ها در مورد زن البته که معروف است. مثلا روحانی نصرانی معروف کریستوم درباره زن میگوید زن بدی و مصیبت و خطر خانگی است. او فتنه هلاکتبار و زشت است که با طلا روپوش کرده شده است. قدیس معروف دیگر اروپایی بونافنتور میگوید اگر شما در کوچه زنی را دیدید، گمان نکنید انسان را دیدید، بلکه شما موجود وحشی و یا خود شیطان را دیدید. نگاه تحقیرآمیز اروپاییان نسبت زن تا جای رسیده بود که در فرانسه سال 586 میلادی همایش بزرگ برپا گردید که موضوع آن بحث درباره این بود که آیا زن انسان هست یا نه، و اگر انسان باشد آیا روح دارد یا نه. یعنی موضوع بحث این همایش یا کنفرانس درباره این بود که آیا زن را ما انسان حساب کنیم یا نه، و اگر انسانش شماریم آیا مثل مرد میتوانیم بگیم روح دارد یا نه. در نتیجه این افکاری که در عالم غرب حکم فرما بود، نفران برای حمایت از حقوق زنان برخواستند و این چنین رویه‌ای به وجود آمد که البته حالا شعارهای براق زیبا دارن، آزادی زن، حقوق زن، ولی در اصل مقصد اساسی این رویه در عصر حاضر زن را از خانه به کارخانه بردن، زن را خانشینی زن را یک عملی بد برای او جلوه دادن و این چنین زن را کاملا از اطاعت شوهر بیرون ساختن است. یعنی عائله داری را و در خانه نشستن زن را و این چنین اطاعت کردن او شوهرش را یا به اجازه شوهر نبرآمدن زن را عمل‌های می‌دانند که یا زن تحقیر شده یا زن حقوقش پایمال شده. اگر چنین باشد، فمینیسم یا فمینیست ها قبول دارند که زن چون در کارخانه اگر کار کند میتواند کارخانه را مجبور کند که لباس معینی پوشد
و یا مدیر کارخانه میتواند او را هر امر و فرمانی کند، به اجازه مدیر نمیتواند یعنی از کارخانه برآید و غیره. یعنی کاملا در اطاعت آن کارخانه و یا مدیر میتواند باشد. اما در عائله که کارخانه خیلی مهم و خیلی بزرگی الهی است که باید مدیر داشته باشد، میگن نه، نباید شوهر را اطاعت کند، زیرا اون نیز انسان است، آنها شریک هستند، آنها برابر هستند. یعنی تحقیر و ملامت مدیر کارخانه را، امر و فرمان او را نسبت زن قبول دارند، اما امر و فرمان شوهرش را که خداوند شوهر را مدیر زن قرار داده به حکم شریعت، به حکم آفرینش، اما این را قبول ندارند. فمینیسم که اندیشه های این رویه از اندیشه های ضد دینی و ضد خدایی غربی البته منشأ میگیرد، میخواهد زن را کاملا از اطاعت مرد بیرون سازد، چه وی مرد شوهری اوست یا پدری اوست یا برادری اوست. میگوید هیچ کسی حق ندارد در حیات زن دخالت کند، کاملا میباید آزاد باشد. و همچنین مرد را در نظر زن نه همچون جفتی کامل سازنده بلکه دشمن جلوه میدهد. رویه فمینیسم ضد عائله و عائله برپا کنی است. زن را میگوید ضرور نیست که عائله برپا کنی، میباید کریر سازی، آینده سازی، نباید خود را بندی خاندان و مشغول تربیت فرزند و تولد این چیزها سازی. بنابراین در عالم غرب میبینیم که زنها رغبتی تولد کردن ندارند و این البته هستی آن ملت ها را زیر خطر برده. مثلا یکی از خانم های مشهور این رویه، فعالان فمینیسم، هلن سلینگر، میگوید بیشک مردها بالای ما اندیشه ازدواج را رایج نمودند. ما پیروان فمینیسم میدانیم که سبب ناکامی های ما زنان عائله است و بر ما ضرور است تا برای ویرانسازی عائله ها سعی نماییم. رابین مورگان، زنی فعال دیگری از فمینیست‌ها ها، میگوید امکان ندارد ما نابرابری را میان مردان و زنان از بین ببریم مگر به این راه که نظام ازدواج را از بین ببریم. در جای دیگر گفته است ازدواج عمل مانند به غلامداری است. یعنی اگر زن در کارخانه کار کند، در دکان سوداگر باشد، در شرکت هواپیمایی اگر پیش خدمت باشد، مجبور است لباس معین پوشد، حتی مجبور است تبسم کند، با میزاجان میباید تبسم کند. یعنی همه امر و فرمان اون کارخانه را، آن مدیر را باید اجرا کند. این غلامداری نیست. اما اگر شوهرش به او چیزی گوید که بر صلاح خاندان و بر نفع عائله و فرزندان است، در نظر فمینیست ها این غلامداری است. فمینیست که دیگر باور سیمون دی که معشوقه فیلسوف مشهور سارتر بوده است، میگوید ازدواج این یک زندان یک عمره برای زن است و عائله برپا کردن این قد گشتن همه آرزو و هوس‌های زن است. زن وقتی ازدواج میکند دیگر آینده ندارد. میگوید بیایید با مهمترین اندیشه ها و عقیده های این رویه آشنا شویم. مثلا یکی از عقیده های اساسی و ریشه‌ای این رویه انکار احتیاجمندی زن به مرد. یعنی به زن تلقین میکند که تو محتاج مرد نیستی، یعنی اگرم رفت جدا شوی تو میتونی زندگی خود را داشته باشی. بنابراین پیش از ازدواج حتی به زن تلقین میکند که باید خانی دیپلم داشته باشی، اختصاص داشته باشی، چون که اگر رفت و اندک یعنی خطر فشار بالای تو آید میتونی جدا شوی و زندگی خود را بسازی. اندیشه دیگر این رویه انکار زیر راهبری مرد قرار داشتن زن. یعنی آن قوامیتی که قرآن تشریع کرده، خداوند عزوجل مرد را راهبر این کارخانه تعیین کرده، این رویه میگه نه، زن نباید زیر اطاعت مرد باشد. طبیعی است که در کارخانه اگر مدیر نباشد، در کشور راهبر نباشد، در کشتی اگر ملاح سرور نباشد، البته معلوم است که حال آن جای یا آن چیز چگونه میگردد. این چنین در عائله، چون اگر راهبر وجود نداشته باشد یا زن خواهد راهبری عائله را، مرد را در این راهبری شریک شود و مزاحمت کند، طبیعی است معلوم است که حال این عائله چی میشه. اندیشه دیگر این رویه این است که مرد را در نظر زن همچون غصبگر و همچون پایمال کننده حقوق او جلوه میدهند. این چنین عقیده دیگر آنها انکار ارزش‌های دینی و جمعیتی. برای این رویه هیچ چیز مقدس وجود ندارد، نه احکام شرعی، نه عرف و عادت جمعیتی. عائله را در نظر دختران و خواهران یک زندان جلوه میدهند، یک جایی که نباید در آن گرفتار شوند، پایبند شوند و اگر گرفتار شوند راه برآمد از این زندان را برای آنها
خیلی آسان یاد میدهند، جلو میدهند. طلاق برای آنها یک چیز خیلی عادی است، جدا شدن برای اینها خیلی کاری ساده است. عقیده دیگر این رویه این است که کارهای خانگی را که وظیفه زن است، البته چون که مرد را خداوند به کاری بیرون مشغول کرده، وظیفه داده که زن را تأمین کند به لباس و طعام و مسکن و دوا، و زن را وظیفه دیگر داده که یعنی هم دیگر را کامل کنند، روبوچینی خانه، آماده کردن طعام، شستن لباس شوهر و غیره. اما این رویه به این عقیده است که این کارها غلامی است، نباید زن به این کارها مشغول شود، بلکه مثل مرد باید در کارخانه ها، در یعنی فابریکه ها، در هر کجا که مرد حضور دارد باید حضور داشته باشد و کار کند. عقیده دیگر این رویه آزادی مطلق داشتن زنان در عائله، البته که این خلاف امر قرآنی، خلاف امر شریعت است. شریعت البته حقوق زن را خیلی بالا برده و به مرد خیلی توصیه های تکراری کرده که با زنش خوش معامله باشد و قدری او را به جا آورد و او را تامین کند، او را حمایت کند، او را خوشبخت گرداند. اما اطاعت شوهر را در عین زمان به زن واجب گردانیده و شرطی در آمدن جنتش این است که شوهرش از او راضی باشد، چون که به همین شکل عائله میتواند پایدار باشد، به همین شکل میتواند این مؤسسه یعنی انسان تربیت کند، فرزندها در این مؤسسه تربیت یابند و به جامعه افراد سالم تقدیم گردد. البته اندیشه های ضد دینی، ضد قرآنی این رویه خیلی زیاد است. از جمله مثلا حتی مفهوم عائله در نظر این رویه گوناگون است. میگن عائله این شرط نیست که از دو جنسی مختلف بنیاد شود، یعنی شرط نیست که مرد و زن عائله بنیاد کنند، میتواند دو مرد و دو زن عائله بنیاد کنند، آنگونه که در عالم غرب چنین عائله ها وجود دارد. بنابراین دوستان عزیز میباید از رویه های معاصر آگاه باشیم، از عقیده های آنها، از اندیشه های آنها باید با خبر باشیم، زیرا نه همیشه این شعارها یا این عقیده و اندیشه ها به این نام ها، به این عنوان ها، بلکه به جامعه زیبا پوشانیده به جامعه های مسلمانی تقدیم می‌گردند، در شکل فیلم ها، در شکل نمیدونم مقاله ها، در شکل کتاب ها به دعوای حقوق زن، آزادی زن و غیره. اما در اصل حقیقت این رویه و ماهیت اندیشه های خطرناک آن، اندیشه های ضد دینی و ضد قرآنی آن همون است که شنیدید. در حفظ و امان خداوند باشید.